سازمان عفو بین‌الملل آلمان شاخه شهر بن پایتخت سابق آلمان در راهپیمایی روز گذشته خود کنار رود راین که به مناسبت نقض حقوق بشر در ایران برپا شده بود اعلام کرد همه ما بعد از انتخاب حسن روحانی امیدوار بودیم دولت به مشکل نقض حقوق بشر رسیدگی می کند. متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. یانی لانگر رئیس شاخه آل گروپ از سازمان عفو بین‌الملل در شهر بن در مصاحبه خود با نشریه جنرال انزایگر اظهار داشت از مردم دعوت شده در این راهپیمایی امروز برای اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در این دوی همگانی که کنار رود راین انجام می شود شرکت کنند. خوشبختانه تعداد زیادی به درخواست ما جواب مثبت دادند و امروز در این محل حضور دارند. به افزود در ایران زندانیان بدون دلیل و یا دادگاه واقعی حقوقی مدتها زندانی می شوند. به ویژه موقعیت بهائیان در این کشور غیر قابل تحمل است. این افراد اجازه تحصیلات عالی در دانشگاه‌های دولتی ندارند و بسیاری از آنها در زندان‌های ایران زندانی هستند. طرفداران بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زندانی می‌شوند و ما لیستی از این زندانی‌ها را که برخی از آنها به 20 سال زندان محکوم شده اند تهیه کرده ایم و آن را در قطعنامه امروز که برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران بیشتر به خاطر دین دیگری مانند بهایی دستگیر شده اند را برای وزیر دادگستری این کشور ارسال می کنیم و از وی می خواهیم زندانیان را آزاد کند. رئیس شاخه عفو بین‌الملل منطقه بن افزود مشکل ایران این است که کشور اسلامی است، رهبر مذهبی و رهبر و گرداننده این سیستم هر دو یک نفر می باشند. اما آزاد کردن برخی از زندانیان اگر هم تعداد آنها کم می باشد در گذشته مثبت بوده و در سال گذشته ما موفق شدیم یک وکیل دادگستری، یک قصاب، یک نماینده اتحادیه اتوبوسرانان و یک روزنامه نگار را آزاد کنیم. جلسه 2 بعدی برای اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در 29 ماه سال آینده به خاطر سال روز افتتاح سازمان حقوق بشر در 28 ماه 1961 می باشد. ایرج ربیعی، آلمان.